بچه ها با توکل به خداوند جلسه امروزمون هم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز من 10 نکته مهم روز کنکور رو براتون توضیح میدم. تا حالا 10 نکته های بسیاری رو در کنار هم بودیم، من براتون توضیح دادم در خصوص چگونگی درس خوندن، نکات مهم زمان مطالعه، نکته های تستی و بقیه 10 نکته ها که فهرستشون خدمتون هست. امروز یکی از مهمترین 10 نکته هایی هست که توی این مدت من میخوام براتون توضیح بدم. خب 2 هفته دیگه بیشتر رو کنکور شما باقی نمونده. طبیعی هم هست که در این 2 هفته ترس، نگرانی، دلهره، اضطراب، همه اینها به سراغ شما بیاد. به ویژه این که همتون کنکور اولی هستید. فقط خانم بابایی هستن که قبلا کنکور امتحان دادن. شما اون فضای جلسه رو باهاش آشنا نیستید. طبعا سنگینی اون باری که به دوش شما هست، هزینه‌ای که خانواده‌تون کردن، انتظاری که دیگران از شما دارن، توی کنکورهای آزمایشی همه شما رتبه زیر 30 رو در اشتهای خودتون به دست آوردید. 2-3 نفرتون هم رتبه‌تون زیر 10 بوده. بنابراین خیلی طبیعیه که دیگران از شما انتظار دارن که همین رتبه رو در کنکور کسب بکنید. طبق برآوردهایی که با هم دیگه توی این مدت انجام دادیم، برآوردهای علمی، با توجه به نصیحت‌هایی که از کنکورهای قبلی به دست ما اومده، رتبه همه شما باید غالباً زیر 30 باشه. منتها یک راز بزرگ باقی مونده که من امروز اون رو باید براتون تشریح بکنم. بنابراین این جلسه امروزمون خیلی جلسه مهمیه. خوب دقت کنید لطفاً. اصلا با هم دیگه صحبت نکنید. تمام نکاتی رو که امروز میخوام بهتون بگم باید حتما رعایت بکنید، مو به مو، تا اینکه بتونید کنکور موفقی رو داشته باشید. سربلند انشاءالله بیاید. این راز امروزمون چیه؟ اینکه تمام این چیزهایی که تا امروز من به شما گفتم، حدود 8-9 ماهی من در خدمت شما بودم، بعضی از دوستان 1 سال یا بیشتر از 1 سال، اونهایی که با من فقط برنامه‌ریزی درسی کنکور رو داشتن، تقریبا هفته‌ای 2 جلسه رو با هم کلاس داشتیم. اونهاییتون هم که با من درس خصوصی داشتن، تقریبا تمام روزامون با هم بودیم. اما تمام اینها یک طرف، قضیه‌ای که الان من میگم و انشاءالله شما رعایت میکنید یک طرف. همه کارهایی که تا حالا انجام دادیم فقط 50% کنکورن. تمام درسایی که خوندید، مدرسان خصوصی مختلفی طبق برنامه‌ای که من به شما دادم اومدن تدریس کردن. چقدر هزینه خانواده‌های شما متحمل شدن. خودتون از برنامه‌هایی که دوست داشتید، از جشن، برنامه‌های تلویزیونی صرف نظر کردید به خاطر اینکه توی این کنکور بتونید رتبه قابل قبول و مورد انتظارتون رو به دست بیارید. اما درس، نکات کنکوری، نکات تستی فقط یک طرف قضیه است. الان فکر نمی کنم درسی وجود داشته باشه بین درساتون، حالا رشتهاتون که مختلفه، ولی بین درساتون همه درس‌ها رو بالای 70% میزنید. خب این فقط درسه. کنکور و قضایای پیرامونش چیزی فراتر از درس هستن. الا ماشاءالله نمونه داریم که دانش آموز، اون داوطلب
برنامه‌ریزی کرده برای اینکه رتبه 1 کنکور بشه. رتبه 1 کنکور بشه. پیش‌بینی ها هم اینو نشون میداده. منتها در اثر یک خطا، یک اشتباه، عدم آمادگی در یک مسئله، رتبه فرد 3 رقمی شده و حتی بعضی‌ها قبول نشدن. بنابراین خواهر من، برادر من، خوب دقت بکنید قضایای امروز رو. سال اول کنکور هم مهمترین ساله. اگر سال اول کسی قبول نشد، احتمال این که در سالهای بعد بتونه اون رتبه خوب رو بزنه خیلی پایین میاد. طبق آمار فقط 5% از افراد میتونن در سال بعد رتبه خوب رو، مثلا منظور تک رقمی، به دست بیارن. اما در نکته امروزمون چیه؟ خوب دقت بکنید. نکته 1، باید این رو بپذیریم و بدونیم که همه زندگی ما کنکور نیست. بچه‌ها، من کنکور رو سپری کردم، کنکور فوق لیسانس رو هم سپری کردم، کنکور دکتری رو هم سپری کردم، دوره‌های درسیش رو هم گذروندم و دارم اینو بهتون میگم که همه زندگی ما کنکور نیست. حتی قبول نشدن در کنکور هم قابل جبرانه. اگر با این فکر به سراغ کنکور برید، مطمئنا ترس‌هاتون کمتر میشه. آرامش لازمه کنکور خوبه و ترس دشمن این آرامشه. آخر جلسه براتون توضیح میدم. ایرادی نداره. ببینید موقع تدریس خصوصی من بهتون گفتم که هر نکته رو همون موقع سوال بکنید. منتها این چون با موضوع روانشناسی و کنکور نوع برنامه‌ریزی ارتباط داره، بذارید آخر جلسه. چشم. نکته اولش رو گفتم که همه زندگی ما کنکور نیست. اینقدر اتفاق در زندگی شما میفته، اتفاقات مهم مثل ازدواج، بچه دار شدن، شاغل شدن، که میفهمید کنکور کوچکترین این رخدادها هستش. بنابراین خیلی کنکور رو برای خودتون بزرگ نکنید که اگر قبول نشم چه اتفاقی میافته، اگر چنان شود، اگر چنین شود. خب این نکته اول ما بود که یکی از مهمترین نکات هم هست. اما نکته دوم، ببینید بچه ها، شما خیلی چیزها رو بلدید، خیلی چیزها هم بلد نیستید. باید این رو در وجود خودتون قبول کنید. توی درسامون داشتیم همه چیز را همگان دانند. هیچ وقت یک نفر همه چیز رو نمیدونه. برای چیزهایی که بلد نیستید به خودتون نگرانی و ترس راه ندید.